سلام رئیس. سلام از ما. چه حال خبر؟ سلامتی. چشه؟ سگ مصب نمیدونم چه مرگشه، داغ میکنه. از تسمه نیست؟ طرف خرمشهر میری؟ فرمایش. والا موتورم اون پایین مونده، وانته بعد شانسی بنزین تموم کردم. مگه نمیبینی ازا گرفتیم؟ انشالله طورش نیست. حالا که هست. همین ده پایینه، بالای قهوه خونه اول. اگرم راه بیفته نیم ساعتی دم اون قهوه خونه وای میسیم ناشتایی کنیم. مگه چشه؟ حساب کتاب نداره. دیشب تا حالا تو این جاده باش پرسه زدیم آخ نگو. صبح تا حالا قدم به قدم اطفار میاد. بیستا. پس نمیبرین؟ استغفرالله. 2 فرسخ را پیاده اومدم، گمونم حالا باید پیاده برگردم. خب چی کارشون کنم؟ بچه‌م دیگه دارن بازی آقا میکنن. میشه یه خواهشی بکنم؟ ماشینم دم اون قهوه خونه بنزین تموم کرده. شخصی کرایه که نیست. این روزا مردم مسلمانی یادشون رفته. برو سر جاده، ماشین زیاده. این روزها آدم میترسه تو جاده کسی رو سوار کنه. از کجا معلوم که این یارو خود قاتله نباشه؟ آدم که کف دستشو بو نکرده. ای آقا، یه نامسلمون بله. یه جاده رو نامسلمون کرد. بله درست. چند تا زدی؟ 60 تا. بیا داداش. 3 تا کپا میشه 60 تا دیگه ها. خداحافظ رئیس. موفق باشی. یارو بیچاره هنوز اونجا وایساده. دیشب تا حالا خفه شدیم بس که مسافر این ور اون ور بردیم. بی فایده. انگار یه جایی دیدمش. میشناسیش؟ گمونم دیدمش. آره، روزی که زنش مرده بود. زنش مرده؟ آره، دوماد سرگروبان ولی خانه دیگه. کدوم ولی خان؟ اون پاسگاه نرسیده به اندیمه. هیچ وقت اون ورا نبودم. بیا سوار شو. اون گروبانه که چند وقت پیش دخترش کشتن، زن این بود دیگه. انگار یه چیزایی شنیدم. شوفره؟ یه قهوه خونه دم پاسگاه داشت، شاید فروخته باشه. میخوای سوارش کنی؟ بعد نیست، ثواب داره. بنزین 100 دفعه گفتم وقتی لقمه تو دهنت حرف نزن. نون ولی خان نمیذاشتم بری. کارشونو بگی ناشتایی بیاره، من یکی پیدا کنم یه نگاه به ماشین بندازه. 3 تا چایی، چند تا تخم مرغ؟ نیمروی آخه هست. تو چی میخوری؟ نیمرو. نیمرو. بابا اول تو نشناختیم. ای مگه مرض داری؟ باز که شروع کردی بی تربیت. یه دقیقه راحت نشسته بودیم. دستتو بنداز. الان جنگ میشه. حواست کجاست؟ قربان عادت شده. قربان شماره دی دست باچه شد. دیشب تا حالا حواسش جمع بود. به کسی شک نبردین؟ دیشب تا حالا کلی مسافر سوار کردیم اما به هیچ کدومشون شک نبردیم. آخرش هم اونجاست قربان. این یکی اصلا آشنا از آب در اومد. کی بود مگه؟ دوماد سرگروبان ولی خان قربان. دوماد سرگروبان ولی خان؟ بله، همونی که زنشو کشتن. حالا کجاست؟ اونجا نشسته قربان. گفتی چی میشه؟ صبر کن. این یارو کوش؟ کی؟ همین که با ما بود. از اون طرف رفت. جناب سروان باید همین دور و برا باشه. ببین کجاست کارش. اطاعت کن. چی شده به منم بگو. اون یارو هفتیر داشت.
باز چاخان کردی؟ نه به خدا چاخان نکردم، خودم دیدم از جیبش در آورد. به خدا 7 تیر داشت. چی داشت؟ 7 تیر. چی داشت؟ تفنگ. اونجا رو بگرد. اون خانواده بچه ها با اونا رفتن دنبال من بیار. انگار دنبال ما میان. بزن کنار نگردار. ما چیکار کنیم؟ مگه ما چیکار کردیم؟ صبر کنید یه دقیقه بابا، چیزی نیست. معذرت میخوام جناب سروان، اتفاقی افتاده؟ کسی با شما سوار نشد؟ نه. کلید صندوق عقب. بازه. ببخشید جناب سروان، ما رو خیلی معطل کرده. تکلیف ما چی میشه؟ خیلی معذرت میخوام. شما میتونین تشریف ببرین. خداحافظ. قربان قهوه خونه رو زیر و رو کردیم، انگار آب شده رفته تو زمین. گیر آوردنش دیگه مشکل نیست. بریم پاسگاه.